معنای کلمه اکستریمیست طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این افراطگرایی، تندروی میباشد و این در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به واسطه پیش بینی کرده شده است. امروزها در جهان و خصوصا در جمهوری تاجیکستان جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته و اکستریمیستی داشته. راه‌های پیشگیری آنها برای جمهوری تاجیکستان یک مسئله اساسی و مهم میباشد، چون که از روی معلومات‌های آماری بگیریم امروزها بسیار اگر از روی نمودهای جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی داشته گیریم که آنها میشوند اکستریمیسم در ساحه دینی، اکستریمیسم در ساحه سیاسی، اکستریمیسم در بین مهاجران و اکستریمیسم در بین جوانان که امروزها از همه شکل معمولی اینه که اکستریمیسم در بین خاصه جوانان پنهان شده است و جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری اکستریمیسم هنوز مثال